آقا این یه شوتیه، موتورش زانتیاست، موتور زانتی انداختن روش. بعد صاحبش پیدا کرده ماشین رو آورده ما تعویض موتور انجام بدیم. این شوتی ها بردن موتور زانتیا و خیلی هزینه کردن روی ماشین. بعد خیلی جالب بود واسه من، کمپرسور کولرشو قطع کردن، کولر نداره ولی یه دکمه گذاشتن واسه پنوماتیک عقبشه. یا ما مثلا پلیس دید مثلا ارتفاعشو بیارم پایین‌تر، نگاه کنید که این دکمه هایی که جایی میخشه این به نظر دوزاشه، اینم واسه چیزش ارتفاعشه. نگاه کن الان اینو میذارم کار میکنه، نگاه کن، نگاه الان کار کن. بعد نگاه کن الان ببین باد پر میشه، نگاه کن این باد پر میشه که واسه پنوماتیک عقبشه. یا ما مثلا پلیس جلوش بود یه ذره میخوابونه، پلیس شک نمیکنه. نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن الان ارتفاعش داره میاد بالا، نگاه نگاه نگاه. خب قطع میکنیم، ارتفاعش تا 120 اومده، اینم 120. قطع نمی ارتفاعش. بعد حالا اینجا رو نگاه کن، خیلی جالب بود واسم این بود. ببین جای میخاشو نگاه کنید، اونورم داره، هم جای میخاشو نگاه کنید. اینو پلیس دید، مثلا پلیس دنبالش کرد، میزن اینا باز